پدیده احمد شاه مسعود در منافع کلان تاجیک ها در تمام این جغرافیا بسیار پدیده نادر است. شما میدانید وقتی که دولت سامانیان، یعنی کلانترین دولت تاجیک ها، در قرن 10 میلادی شکست خورد، باقی دولت ها در بخارا تا 80-90% دولت های تاجیکی بودند، ولی همه دولتدارها از قبایل گوناگون ترک تبارها و ترک زبانها بودند و در فرهنگ سیاسی که در اینجا تلقی میشد این نکته همیشه تبلیغ میشد که تاجیک ها اینمی مردم اهل به اصطلاح ادبیات و شعر و فرهنگ و این چیزا هستند، ولی ترک ها مردم اهل سیاست، اهل جنگ، اهل کشورگشایی و این چیزا. و حتی ناخودآگاه برخی از گردشگرا، برخی از دانشمندای چینی، اروپایی، دیگرایی که در اینجا آمده بودن ناخودآگاه زیر همین چیز رفته بودن، تبلیغات رفته بودن. و پدیده احمد شاه مسعود در قرن 20 در زمانی که دنیا مثلا گرفتار غول‌های کلان مثل شوروی و امریکا و این چیزا بود، پدیده احمد شاه مسعود این افکار هزار ساله را شکست و یک تاجیک سربلندی در مقابل بزرگترین قدرت جهانی شوروی ایستاد، البته با جمع کسای دیگری که در اونجا بودن ایستاد، مبارزه کرد و با شکست این قدرت سبب شد و ثابت کرد که تاجیک فقط اهل شعر و فرهنگ و ادبیات، اگرچه یک جای افتخار است که آدم اهل فرهنگ و شعر و ادبیات و این چیزا باشد، ولی در پهلوی او شایستگی، شهامت این هم دارد که مثلا از ناموس، از آزادی، از آزادگی از وطن، از سرزمین خویش در مقابل کلانترین قدرت ها حمایت کند. برای همین برای منافع کلان تاجیک ها در دراز مدت این پدیده بسیار پدیده جالب و مهم است. این نیاز به تحقیق، آموزش و این میراث نیاز به امانتداری و رشد دارد. موضوع مسعود برای عموم تاجیک ها موضوع ساده نیست، خصوصا برای تاجیک های تاجیکستان. شما ببینید افغانستان به عنوان یک جغرافیا برای تاجیک های آسیای مرکزی هم یک جغرافیای بسیار ساده، فقط یک کشور همسایه ما نیست که مثلا نیمی از مردم ما با تاجیکی صحبت میکنه یا با فارسی صحبت میکنه. اگر در عصر 20 دو بدبختی کلان به سر تاجیک ها آمده باشه، منظورم تاجیک های تاجیکستان و آسیای مرکزی، دو بار افغانستان به عنوان جغرافیای با تعبیر ما تاجیک ها برآمد میکند که با مردم تاجیک در اونجا پناهگاه داد. یکی از حمله کمونیست ها در آغاز عصر 20 و دیگری وقتی که جنگ داخلی تاجیکستان سر زد، نیمی از مردم ما با اونجا پناهنده شد. و اگر در رأس قدرت استاد ربانی و احمد شاه مسعود، یعنی دو تاجیک اگر در قدرت بود، شما فکر کنید که کی از اونا حمایت میکرد، کی اونا را استقبال میکرد؟ بر اساس آماری که ما داریم تا 2.5 میلیون مردم تاجیکستان پناهنده شده بود، گریزه شده بود، رفته بود به شمال افغانستان. و از سوی دیگر نقشی بسیار برجسته و برازنده را که احمد شاه مسعود در آوردن صلح در تاجیکستان دارد، این بسیار در تاجیکستان برای همه ارزش قائل است.